داری همش گیر میخوری. مشکلات اقتصادی، بیکاری، بیپولی، تورم، بی‌عدالتی، پراید، دلار، بنزین، کشت ارشاد، فاصله طبقاتی. اصلا خود نظام باز هم بگم از اون طرف بالای سرت بگی. این چیه؟ اون طرف ورسه برادر، راه نجاتت از همه این مشکلات. این که پوسیده، لعنت بهت. میذاشتی همون جرمونو بخوری. خطر از بیخ گوشم گذشت. توصیه من به مردم در سرمایه‌گذاری‌های مولد حتما شرکت کنن، از جمله در همین بورس. به مردم گور بابای خودتو بورسه.